ما نباید شخص پرست باشیم، ما باید علم پرست و نظام پرست باشیم. باید نظام اصل واقع قرار بدیم. نظام است که باقی میماند، شخص از بین میرود. با برادرانی که شما را برای روشنی و روشنایی دعوت میکنند و شما را با علم و درخشیدن آینده وطن، آینده سرزمین، آینده فرزندان دعوت میکنند، باید گوش داد رفت. اون بغض عداوت اون قدر قوی شود که دیگر پرده پیش چشم میآید و در چهره یک برادر و یک مخالف دشمن رو ببینید. دشمن در تاجیکستان است، دور نباید آدم برود، در مقابل اون باید برنامه که حرف بزن. و علیکم السلام. خوش آمده برادر عزیز در برنامه. زنده و سلامت باشین برادر. خوب هستین؟ تنسیت هستین؟ تشکر. زنده و سلامت باشین. واقعا شما چیزی را که در اینجا بیان کردین یک درد تمام ملت مردم تاجیکستان است که این رژیمی که موجود است متاسفانه هیچ آزادی به مردم نمیتید و همین آزادیایی که موجود است همینا را از هم میگیرد و وابسته به همه اهمیت دوز از مخالفان امروز باز هم اعتماد باوری دارند که میشود به رحمانوف یگان نقشه و یگان برنامه گفتگو را آماده ساخت و با او رفت نشست و صحبت کرد و میشود یک تاجیکستانی با رحمانوف داشت، چیزی که تقریبا 99 و 100% که هیچ امکانش وجود نداره که با حکومت دیکتاتوری یعنی با خود امام علی رحمانوف صحبت کرد. من نمیگم که حالا دیگه شاخه‌های حاکمیت، اگر که ما نگاه کنیم به این یک هفته آخر که یک مادر که فرزندی مثلا 8 ماهه دارد و فرزند شیرخوار است، او را میبرن به 8 سال زندان میکنن و اگر که ما بگیم که خب رحمانوف پسیده است و با دیگه شاخه حاکمیت میشود صحبت کرد، با کدام شاخه حاکمیت میشود صحبت کرد وقتی فرزندی که مثلا 8 ماهه است مادرش زندان میشود و او بدون شیخری میماند و بدونی مثلا همون کسی که او را شب خوابش میکنه قرار میگیره، میشود اعتماد کرد که در این حکومت یگان وجدان بیدار موجود است. کدام وجدان وجود داره که وقتی که مادر میرود زندان میشه فرزند 8 ماهه داشته باشه؟ پس با چنین حکومت گفتگو کردن امکان داره، نقشه را پیشنهاد کردن وجود داره که یک نفری هست دیلش با این ملت با این وطن میسوزه حکومت امروزه و با او میشه گفتگو کرد. اینم اگر غیر رحمانوف اگر کسی دیگر موجود میبود امروز حد امکان سر راهی همین نقاط همین چیز را میگرفت که همین مادر فرزندی 8 ساله را مادرش زندان نمیشید. یا اینکه نمونه دیگر شاکر جان حکیموف پروفسور، یه انسان میدونه که در دیگر کشورها برای اینها چقدر مبلغ میتین که اینها سرمایه گذار مثلا در مالزیا به خاطر جلب کردن دانشجوهای خارجی که سرمایه گذاری بیشتر شوه رفتن از امریکا از انگلیس از کشورهای اروپایی برای یک معلم $10,000 پیشنهاد کردن که شما بیایید ما برای شما $10,000 معاش میتیم در دانشگاه ما درس بدید تا اینه که ما بتونیم سرمایه خارجی را جلب کنیم دیگه دانشگاه ما نفوذ پیدا کنن در عرصه بین المللی خارجی و بیاد در اینجا تحصیل کنن. پروفسور ما که میتونه چونین کتابای بقوت و درس بتیه مردم علم بتیه میروند 27 سال زندانش میکنن. پس با کدام وجدانی بیدار میشه و گفتگو کرد؟ با کی میشه و صحبت کرد؟ نمیشود با اعتماد باور کرد با چونین اشخاصی که هیچ وجدان انسان و بیداری و خودآگاهی ملی ندارد. نه از خدا میترسن، نه از ملت میترسن، نه از کسی. به هیچ کس هم باور اعتماد اینها ندارند و باورم نمیکنن، نه به ما، نه به شما، نه به ملت، نه به اسلام، نه به مثلا همون عقیده و همون دموکراسی، به هر چیزی، به هیچ چیز اینا اعتقاد باوری ندارن. هدف اینا فقط رضایت این ملت، کشتن این ملت، زندان کردن این ملت، نابود کردن این ملت. وگرنه از سال 1990 تا این جانی مینه یک بهبودی بگه که در تاجیکستان اومده است که ملت نفس خشک کشیدگی است. برق مگر دادن؟ با آب نوشیدنی مردم تامین کردن که آب نوشیدنی بهترش در تاجیکستان است. تامین کردن؟ نکردن. با چی چیز یک چیز بگه که با جای کار مردم تامین کردن، معاش مردم در اون حد رساندن که مردم پول بازنشستگان و پنسیه را بالا بردن مگر که یک موسفید ما بتونه امروز حد امکان از روسیه از فرزنداش نطلبه با پول بازنشستش بخره. بله.
یک نمونه شب بیاره که مثلا این همین گونه این همین سوها را همین پیش برده. خب یک سوهاش میشه و گفت که پیش برده است. سوهای جهالت، سوهای بدمعاشی، سوهای فاحشه‌گرایی و این سوها پیشرفت کرده است. دیسکوتک در تاجیکستان به اوجش مثلا تعدادش گم شده است. فاحشه‌گرایی امروز دوشنبه دبی دوم به شما رفته می شود. فاحشه‌های امروزه دخترای تاجیک در مالزیا و در دبی در فلان جا فروخته میشن. در این جهت ما پیشرفت کردیم. امروز ملاگران و بلاگران امروز در جهان فاحشه را تبلیغ میکنن هر روز. این نمیشود گفت که پیشرفت کردیم. ولی ساحه دیگری را شما پیشنهاد کنید که امروز در حکومت دیکتاتور امامی رحمان ما پیشرفت کردگی. بله. دروغگویی، نوباوری، از بین بردن همه اعتماد مردم، این چیز پیشرفت کردگی ما در جامعه تاجیکستان. از همین دیدگاه باید ما بهتر و خوبتر باید کوشش کنیم و تلاش کنیم که ملت از همین ظلم و از همین ستم نجات بدهیم. ملت کی نجات میده؟ خودش. همونطور پروردگارم در سوره رعد در آیه 11 همه فرمایند که ما حالت هیچ قومی را تغییر نمیتیم تا زمانی که این ملت خودش حالت خودش تغییر نتید. حالت ما را کی تغییر میتید؟ ما منتظر شیم که امریکا میاد ما را نجات میتید؟ امریکا هر روز میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده شده است. ما منتظر باشیم که چین میاد به ما کمک میکنه؟ امروز با چین با تاجیکستان چقدر قرض میده، چقدر کمک میکنه، چقدر معدن‌های تاجیکستان امروز همین چین دولت دزدی میکنه میبره توسط همین حکومت. ما به روسیه میتونیم اعتماد کنیم؟ روسیه که امروز هزارها فرزند ما در اونجا به قتل میرسن چون یک حکومتی نجسی زیر دست چی قرار داره هر چی که روسیه بگه انجام میده. یک نمونه مثال شبیه بگه که با کی میشه و کار کرد. پس منتظر اعتماد هیچ کشوری نباید بود. باید از این سر خود کار برد و از نیروی بازوی قوی خود اعتماد کرد و گشت رفت تاجیکستان آزاد کرد. اگر ما منتظر اون باشیم که امریکا ما را کمک میکنه، توف به ما، توف به همین سیاست مداری ما، توف به مسلمانی و تاجیکیت ما. اگر بازم به روسیه اعتماد کردیم از این بدترش و به چین هم باور کردیم از این بدترش. هیچ کس نمیاد برای موت آزادی بتیه. آزادی را ملت به خودش میاره میتیه. در سوریه چی اتفاقی افتاد؟ سوریه تا زمانی که این مجاهدا خودشو نخستن نرفتن این همین ظلم از بین نبردن، هیچ کسی ناومد اینا رو کمک نکرد. در لیست بدترین و ظلمترین تروریستی در امریکا همین انسان قرار داشت و در روسیه و دیگر کشورها، در ایران و در هر کشور دیگری. امروز همه کشور میره قدش ملاقات میکنه. چرا؟ چون با بازوی قوی سوریگی و ایمان کامل به خدا و به رسول رفتن این کار کردن، این کار کردن، انقلاب کردن، سوریه رو آزاد کردن. و اگر ما بازوی خودمون آزاد نکنیم و نیروی خودمون اعتماد باوری نکنیم، نخیزیم، هیچ کس برای ما و شما نجات نمیده. هیچ کس ما و شما رو نجات نمیده در آینده تاجیکستان. یگان نفر مطمئن باشید که هیچ نفری برای ما و شما آزادی را نمیارد. و اگر هر کسی را اومد، چی امریکا باشه، چی روسیه باشه، چی چین باشه، چی ایران باشه، هر کسی دیگه ای اومد برای من تو آزادی آورد، او ذلت است، او آزادی نیست. همون آزادی را برای ما و تو میارن. این نیستی همینه که امروز ما زیر دست روسیه ایم. به بالاتر از این نمیارن. یک چوبچه دیگه میاره در سر قدرت میشنه، بدتر از رحمان و فیداره میکنه. بله. پس باید ملت این چیزا رو تحلیل کنه، بررسی کنه، با موضوعی. تا کی ما باید منتظر باشیم که یک کس دیگه میاد ما را نجات میده؟ امروز ما از یکدیگر میترسیم. در این ساحه سیاست ما امروز با خودمون در دیگه منتظرن که کی یک کس بین دو مخالف جنگ میشوه، یک کس نسبت یا مخالف دیگه گپ میزنه، من برم افیر او را گوش کنم. همه قدر عقلش نمیرسه که امروز حکمت دشمنان همین ملت اومدین در مابین همین مخالفا با لباس دوست یا با دیگر جنگ میدوزه. میبره در لیشکه من میگه که فلانی نسبتی در فلان جا فلان گپ زد، برا فلان گپ بگو. میگم تو عقل داری، تو تمیز داری. او به عقل شد، من به عقل نمیشم. من هیچ وقت در مقابل یک مخالف حرف نمیزنم. یک روز دوران جنگ شهروندی را انتقاد کردم، برادران نهضتی اومدن گفتن همینجا به ما ضرر میرسه. تو من قربان شما میشم. این همین روز این همینجا برای شما خفه شد. این همین حوض خیچی میبره میپرتون میره. نخو حرف من کردم برادر مبارز که امروز پدرش در گذشته در نهضت کار کرده است، امروز فرزند ای را برنجونه، فرزند ای در گذشته گناهکار نیست. پس اتحادی و سرجمعی ما دستی ماست. اگر ما این نیرو را جمع کنیم،
مطمئن باشه که آینده تاجیکستان آزاد میشود. نباید به این توطئه‌های دشمن داده شد. ما امروز امید باوری را از خودمون دور کردیم. امروز تاجیک مخالف حتی باوری اعتماد نداره به انقلاب. بله. منتظر شیشته است که یک امریکا، یک اروپا، یک کشور دیگر بیاید برای من انقلاب کنه، بعد من بگم که السلام علیکم و رحمت الله، من فلان نفرم در فلان جا بودم، این کاری من. برادر این بدبختی است، این رذالت است. نخواهیم ما اونقدر ضعیف باشیم که یک خانواده را نتونیم چپک کنیم. به خدا ای بچه، شما همین اویله بشر اسد چقدر در قدرت بود؟ تا 50 سال در یه هفته سردرگمش کردن. در یه هفته ما یک خانواده رحمان رو فکر میکنیم نابود کردن نمیتونیم، در حالی که سوریه را 2 کشور سرمایه گذاری میکرد. ایران با روسیه با تمام بازوی قوی در داخلش حفاظتش میکردن. پایگاهاشو در داخل همون جا بود که جا شدن پایگاهاشو. وقتی که اراده ملت موجود باشه، مطمئن باشید نه پایگاه نظام امریکایی، نه روسی، نه چینی، نه ایرانی، هیچ کسی به اراده ملت، به ایستادگی ملت توانایی چی نمیکنه، مقابلت کردن نمیتونه. ملت باید با این کار اعتماد باوری کنه که میتونه. باید ما مطمئن بسازیم این ملت در گردنش، در سرش، در همه جاش برسانیم نقطه که مردم بیدار شوید، مطمئن باشید که آزادی شما به دست شماست و با تمام اراده شما وابستگی داره. همین روز شما برخواسته، فردا در تاجیکستان انقلاب است. اگر همین روز شما اراده قوی داشتید، مطمئن باشید فردا در تاجیکستان انقلاب است. و اگر هر روز به فردا گذاشتید، به فردا میمونه، و پس فردا میمونه. حضرت علی بسیار یک حرف خیلی والایی داره، میگه که هر روز ادعا میکنی که فردا آدم میشم، فردا انقلاب میکنم، چرا از امروز آغاز نمیکنی؟ از امروز آدم شو و فردا نگذار کار امروز را. هر روز زندگی من سخت‌تر میشود. امروز اگر من مشکلی کمتری دارم، میگم این مشکل من فردا حل میکنم، پس فردا میون در راه مبارزه، بدون که پس فردا یک مشکل بالاتر از این مشکل دیگر میآید که با دنبال حل اون مشکل میشیم. زندگی چرخ است و همین خیر رفتن میگیره. هر روز تا روز مرگ انسان آزادی نداره و از مشکلات رهایی نداره. این مشکلات آمدن میگیره. برای نجات این ملت باید ما مشکلات رو نگاه نکنیم، بر بخیزیم و پروردگار حل کننده مشکلات است و مشکلات ما را پروردگار حل میکنه. پس ایمانی به خدا، باوری به همین اراده قوی خود، باید به بازوی قوی بر بخیزیم. ملت این گونه میشه و نجات داد. برای همین باید اعتماد باوری را کاملا از حکومت دور کرد و با هیچ ایمانی به اون نباید باوری کرد که میشود با حکومت گفت و شنید کرد و رحمان یک روز برای این ملت آزادی میارد. هیچ وقت یا فرزندی رحمان رو به این ملت آزادی میارد. هیچ وقت در هیچ حالت چنین واقعه به میان نمیآید. این در پی آوردن رستم امامعلی به قدرت در زندان دیده چه حالت رخ داد. هزارها دانشمند دیگر را بردن نرس کردن. شاکر جان حکیموف نمونه مثال است. بجای اینه که در پی آوردن فرزندش آزادی به ملت بیارد، تا اینه که فرزندش به سر قدرت میارد، ذلت به ملت، سختی و ناتوانی را تا اینه که ملت ذلت‌تر و بدبخت‌تر شود. پس مطمئن باشید که رستم محمد حالت خوبتر نمی شود. در حالی که ادعاهای اخیر همین حاکمیت این بود که در همین سال، یعنی یک امیسیه زلطای امیسیه یا اینکه یک امیسیه طلایی به میان میآید و ده ها هزار زندانی آزاد کرده می شوند. کجا شدن این وعده ها؟ کدام زندانی آزاد کرده شد بجز قتل کشور زندانی ها؟ به نظر ما اکتبر بود نه؟ هر چیز، مگر سال گذشته و سال پارسالش
در همین جشن استقلالیت وعده هایی نمیدادن که امیسه زلاتو امیسه میشه و یا که امیسه طلایی میشه، 10 آزاد میشن. کی آزاد شد؟ سال گذشته کسی آزاد شد در همین امیسه کرده که شما در روز استقلالیت؟ همین سال 2024 کسی آزاد نشد. و این نمونه فریب مردم است. ما را هر روز فریب میکنن. بله. پس باید با تمامی بازوی قوی باید به همین مبارزه‌ای که اندک رم هستن اعتماد و باوری کرد و این دشمنی و کینه و بغض و عداوت از یکدیگر دور کرد. و اگر شما دلایل اثبات کننده ای داری که هر کسی هر کاری کرده است، برو در تنهایی باهاش صحبت و مشکلت رو حل بکن. بله. و هیچ گونه تنقید توهین در رسانه‌های مجازی برای شما هیچ آبرو و شهرت نمی‌دهد. برعکس همون کسی که این کار را میکند شأن و شرف او را پایان میبرد. برادر عزیز، من هم یه حدیث مشاهده کردم که در همین کدام برنامه مخالف باشه، اگر یک کس تنقید بکنه بعد همین 2-3 هزار آدم تماشاش میکنه. من متاسفانه هم چیز حیران میمونم که مردم ما یگان کنکورس نمیگذرونیم، یگان کسی یگان وای نمیکنیم. ما دعوت داریم که بیای سرجم شیم، یک کار بکنیم که همین رژیم ایبین ببریم. بعد میبینی که یک کس اگر رازبار بکنه بعد دیگه همین باور که تماشابین ها هم بعد دیگه زیاد میشوند، بعد دیگه نویس زیاد میشه و بعد دیگه دستور دیگه قبول نمیتونن کرده. همون چین میگه که یک خیلی آدم میخواه که یک چی بگه، این لیست من در چند برنامه ها میخوام بدرم، متاسفانه نمیتونم در مدد دیگه هم جای پر میشه که نشون میده که 10 نفر زیاده دیگه تو نمیتونی صحبت کرده. اینجا یک برادر موسفید، برادر عزیز اجازه دادگی نیستی، وقت قبول کردن نمیتونم، از اجازه دادگی بدی و باز اجازه ندادی وقت قبول کردن نمیتونم. اونجا میشینی بعد خفه میشه که قبولم نکردی. اگر ما را میفهمی همون تو غوریش که یه بار دیگه بعد بدرو. متاسفانه همین خشیدگی امروز که یک کسی یگان چی میگه بعد دیگه من همین برنامه میگم که من با یگان مخالف یگان مشکلی ندارم. اگر داشته باشم زنگش میزنم، مشکلی ما حل میکنم. این خیلی نیست که من ببرم و بعد همین کینا بکنم. من این چیزا چند دین آدم را تنهایی گفتم، بعد همین ایفیر من میگم که من اگر یگان مشکلی داشته باشم، یگان چیزا نفهمم، اگر میبرم میگم که برادر همین چیزا شهر بته تمام. اصلا در عموم نیاز به جنگ دعوا نیست. ما یک دشمن داریم و دشمن ما امروزه حکومت امروزه است و خود امولی رحمان به خانواده‌اش. ما دشمن دیگری در اینجا نداریم. درست است که در بعضی حالت‌ها یا تعداد انسان‌ها زبان خود اداره کردن نمیتونن و در کدام حالت‌های شاید حرف میزنن که به کسی ضرر برسونه یا کسی را برنجونه، اما نباید این باعث بغض عداوت بشود که اون بغض عداوت اونقدر قوی شود که دیگر پرده پیش چشم بیاید و در چهره یک برادر و یک مخالف دشمن رو ببینی. دشمن در تاجیکستان است، دور نباید آدم برود، در مقابل اون باید برنامه که حرف بزن. دشمن اونجا مونده است، برو در مقابلش هر حرف میزنی بزن. اگر واقعیت هایی که حالت مخالفه وجود داشته باشد و تنقید های برای بازگشت تاجیکستان موجود باشد، مرحمت تو اینه که بهتر بسازی این راه، تو اینه که هر کسی ضعف دارد ضعفش رو اصلاح کند برای بازگشت. متاسفانه ملت ما همین واقعه ها را دوست می‌دارد. در جایی که جنگ دعوا نباشد اونجا نیست. هر جایی که یک کس حقارت بتید، در یک رقص و تنس و دیسکو اگر اجرا کند اونجا میرود گوش میکند. یک کسی که زحمت میکشد و تلاش میکند و برای آبروی این ملت کار میکند، او یک بیننده نپیدا نمیکند. چرا؟ چون مشکلات اصلی ملت همین است که فقط از دنبال بیسوادان و از دنبال کسانی میرود که حرفی حقیقت رو نمیتوانند به مردم برسانند، بلکه مردم رو به سوی خشونت، جنگ، دعوا، بد اخلاقی و رذالت میبرند. این ملت خودش طرفدار همین چیز است. باید فقط در جایی باشه که در اونجا جنگ دعوا باشد و یک کسی خدا بسازد و این نفر من دوست می‌دارم به خاطر این دیگر باید برام دشنام بتیم، همون دیگرش هم یک برادر مخالف تو است. همین فلسفه شخص پرستی از ملت فارس باید گم کرده شود. این فلسفه در وجود ما وجود دارد که ما این مریضی را باید از بین ببریم. ما نباید شخص پرست باشیم،
ما باید علم پرست و نظام پرست باشیم. باید نظام اصل واقع قرار بدیم. نظام است که باقی میماند، شخص از بین میرود. بله. ما اگر سبب‌های از بین رفتن دولت‌ها را ببینیم، دولت‌های تاجیک را، این شخص پرستی و این ذلت ما مردم بدگی است. کتاب نمیخونیم، دانشمندان احترام نمیکنیم و از راهی که دانشمندان برای ما توصیه میکنن نمیرویم. میرویم جایی که در اونجا مثل قدم قربان، رقص و سرود و حقارت و یا که 4 کسی که در لباس دین و غیر دینی میاد شما را چیکار میکنه؟ به جنگ دعوت میکنه. فقط باید دنبال اون گونه اشخاص رفت. اما فراموش از اینجا میکنن که یک بار با تفکر باید کار کرد که با برادرانی که شما را برای روشنی و روشنایی دعوت میکنن و شما را با علم و درخشیدن آینده وطن، آینده سرزمین، آینده فرزندان دعوت میکنن، باید گوش داد رفت.